بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره الحاقه هست و الحاقه همون قیامت هم میگن. در اون سوره مبارکه قبلی تمدن دنیوی اسلام بود و در این سوره قیامت بیان میشه و مقایسه هست بین مردمای دیندار و بیدین و نتایج دینداری و بیدینی. الله متعال در این سوره بیان میکنه، دیندارا را هم نتایج بیان میکنه و بیدینی را هم بیان میکنه. سوره مکی هست، یعنی در مکه مکرمه یا قبل از هجرت نازل شده و سوره های مکی سوره های هستند که در اونجا اصول اعتقادی اسلامی بیان میشه، اصول اعتقادات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه. الحاقه چیز حق یا چیزی که حقیقتا واقع می شود. الله میگه ما الحاقه، چی هست این چیز حقی که حقیقتا واقع شدنی هست؟ و ما ادراک، باز تکرار میکنه که چی چیز دانان تو را ای انسان، ما الحاقه، که چی هست این چیز واقع شدنی که قیامت است. الحاقه ای القیامه. کذبت، تکذیب نمودن، ثمود، ثمودی ها، و عاد و قوم عاد بالقارعه. قارعه هم یکی از نامهای قیامت است. قرعه به معنای کوبیدن است، روزی که انسانهای بیدین کوبیده میشوند. میگه اینا تکذیب کردن به قیامت. فاما ثمود، نتایجشان چی شد؟ اما ثمودی ها که هستن فاهلکوا بالطاغیه، اینا هلاک شدن با یک صدا. الله متعال میگه عذاب الله تو نیست که شما مثلا علی توپ است و راکت است و تانک است و بم است و فلان است. با یک صدا کلشان چی میشن؟ نابود میشن. یک صدای آسمانی خطرناک که کل مردم هستن. و اما عاد، اما قوم عاد شدن فاهلکوا، و صدا هم یک لشکر الله هست. یک آیت قرآن میگه و ما یعلم جنود ربک الا هو. این کلش لشکرای الله هست. باد لشکر الله هست، آتش لشکر الله هست، هوا لشکر الله هست، صدا لشکر الله هست، ملائکه لشکر الله هست، انسانها لشکر الله هست. از هر کدامش لشکرای الله هست. هر دشمن خود توسط یک لشکر خود چی میکنه؟ از بین میبره. اینا الله متعال میگه و اما عاد، اما عاد که بودن فاهلکوا، هلاک شدن توسط دیگه لشکر الله که چی بود؟ بریحن، یک بادی بود سرسرن که بسیار سرسره داشت، صدای بسیار تیز داشت، طوفان بود. عاتیه که از حد تجاوز کرده بود، یعنی باد بسیار همونطور صدایی که دیگه در مقابل از او کس استاد نمیشد. شما همین بعضی فیلم ها را سعی کنید، بعضی طوفان ها می باشه. من یک فیلم دیدم همین سوناموری که گوساله را دیدم که همونطور چقدر وزنش بودم دم یوام تو لوتک زده میره. این بسیار خطرناک است. سخرها علیهم، الله متعال سرشان طوفان آورد. چند؟ 7 لیال، 7 شب و 8 ایام روز، بسته هفته مکمل، حسوما پای در پای. فتر القوم، باز تو میدیدی قوم فیها، در امین جا صرعا، که همو تو مرده افتاده بودن. صرعا چی نمیگن؟ و کسی که مثلا مثل که جن زده باشه، شما تو جن زده که دیده باشه نه، که تو خیزک میزنه و تا میده و بالا. که انهم اعجاز نخل خاویه، میگه مثل تنه‌های درختای خرما که خاویه، کاواک شده باشه. همین درختای خرما قدای بلند دارن، وقتی که ریشش خراب شه باز هم تو گرم مفته در زمین، هم تو جغزی نگه. این انسان ها اینا شده بودن مثل همین درختایی که به اساس کاواکی هم در زمین افتاده باشن، کتک قدای بلند داشتن. فهل ترى لهم من باقیه، الله متعال میگه آیا میبینی لهم بر از من باقیه، کدام چیز باقی مانده باشه؟ اگر الله بخواد هلاکشان کنه، یک روز میبینی که هیچ چیز نمانده. و جاء فرعون، و میگه آمد فرعون و من قبله، و کسایی که پیش از وی بودن، والمؤتفکات، و دیگه مجرمات چی بودن؟ مؤتفکات قریه های چپه شده، که قریه قوم لوط بود، یا چپه شده بودن بالخاطئه، به اساس خطایی که اینا کرده بودن، شرک، کفر، گناه. فعصوا،
اینا چی کردن؟ فعصوا، پس نافرمانی کردن رسول ربهم، از رسول پروردگارشان. فاخذهم، پس اینا را گرفت اخذت الرابیه، یک گرفتن بسیار سخت. ان الله متعال میگه یقینا ما با عظمت قدرت خود چی کردیم؟ لما طغى الماء، وقتی که طغیان کرد آب از آسمان زمین، آب در جریان شد. حملناک، ما شما را حمل کردیم، امت اسلامی که در وقت همراه نوح علیه السلام بود، حمل کردیم فی الجاریه، در کشتی، لنجعلها لکم تذکره، تا که ما امی حوادث بگرداریم بر شما تذکره، یک نصیحت و پن، و تعیها، و ایره خوب یاد میگیرن و درک میکنن. کدام مردم؟ کسانی که اذن واعیه، گوشهای یاد آورنده، یا گوشهایی که خوب حق درک میکنن. الله متعال میگه فاذا نفخ فی الصور، پس وقتی که دمانده شود در سور، نفخت واحده، یک دمیدن خطرناک، و حملت الارض والجبال، و برداشته شود، حمل کرده شود زمین و کوها، فدکتا دکتا واحده، پس دکتا ریزه ریزه شوند امی زمین و کوها، دکتا واحده، به یک دفعه ریزه کردن، دمی یک بار هم تو کلش میدم میده شود. فیومئذ، اینی روز است که وقعت الواقعه، باز واقع میشه امو واقعی بزرگی که واقعی قیامت است. و انشقت السما، و پاره میشه آسمان، فهی یومئذ، بازمی آسمان هم در این روز واهیتون سست میشده باشه. و الملک علی ارجائها، و ملائکه می باشند در کناره های آن. و یحمل عرش ربک، و حمل میکنن عرش رو پروردگارتان را، فوقهم، بالای خود، امین ملائکه، یومئذ، در این روز، ثمانیتون، که 8 ملائکه هستند که عرش حمل میکنن. یومئذ، در روز قیامت، تعرضون، شما یک یک پیش میشین در مقابل الله. لا تخفى منکم خافیه، که پنهان نمیماند از شما هیچ کدام راز. هر کاری که کردی، هر سخنی که گفتی، هر عملی که کردی، کلش آشکار میشه. پس اما من، کسی که اوتی کتابه بیمینه، داده شود برش دفتر اعمالش به دست راستش، فیقول، بازی صدا میکنه که ها اقرأوا کتابیه، او مردم، ها بیاین، پیش بیاین، اقرأوا، بخوانین کتابیه، این دفتر اعمال مرا، من کامیاب شدم، اول نمره شدم، نجات پیدا کردم. اینی ظننت، یقینا، که من اینجا ظن به معنای یقین است، عقیده هست، من یقین داشتم که انی ملاق حسابیه، که یقینا که من ملاق، حتما ملاقات روبرو میشم با حساب خود. و یا ایمان داشتم به قیامت، ایمان داشتم به محاسبه، ایمان داشتم به کتاب، ایمان داشتم به میزان. الله متعال میگه این شخصی که دفتر اعمالش به دست راستش داده شود، فهو فی عیشة راضیه، او در یک زندگی می باشه. عیشه زندگی، راضیه، که از زندگی خود راضی می باشه. در کجا می باشه؟ فی جنت عالیه، در یک جنتی که بسیار عالی مقام هست. قطوفها دانیه، میوه‌هاش بسیار نزدیک است. برش گفته میشه که کلوا بخورین و اشربوا و بنوشید هنیئا، بسیار با آرامش و با لذت، بما اسلفتم، به خاطری که شما قبلا گذاشتید یا فرستادید چیزهای خوبی را، فی الایام الخالیه، در روزهای گذشته. و اما من اوتی کتابه به شمالی، کسی که برش داده شود دفتر اعمالش با دست چپش، فیقول، باز میگه که یا لیتنی، ای کاش، لم اوت کتابیه، داده نمیشد برای من کتاب من، ولم ادری، و من نمیدیدم، ما حسابیه، که چی هست حساب من. یا لیتها، ای کاش، کانت القاضیه، همین می بود فیصله کننده. و اما من اوتی کتابه، و هر کسی که برش داده شود دفتر اعمالش به شمالی با دست چپش، فیقول، بازی میگه که یا لیتنی، ای کاش، لم اوت کتابیه، برای من هیچ امی دفتر اعمال داده نمیشد، امی پارچه برم داده نمیشد. ولم ادری ما حسابیه، و من نمیفهمیدم که حسابم چی هست. یا لیتها، ای کاش، کانت القاضیه، کاش که این مرگ
چی می بود؟ فیصله کننده این بود که همین می مردی خاک می شدم دیگه، هیچ حساب کتاب نمی بود. آل دیگه حسرت میکنه، میگه ما اغنا، فایده نکرد عنی از من مالی مالم، هلک عنی سلطانی، برباد رفت از من حکومتم. من چقدر خوش بودم که وزیر هستم، خوش هستم، رئیس هستم، قدرتمند هستم، پیسدار هستم، کلش از دست من رفت و هلاک شد. آل برزی گفته میشه که خذوه بگیرین، ای طاغوت، ای سرکش، ای دجال، ای فرعون صفته، خذوه بگیرینش، فغلوه، ایره خوب زنجیر پیچ کنین، ثم سپس الجحیم، در آتش دوزخ، صلوه، ایره داخل کنین، ثم سپس فی سلسلت، در امی داخل آتش دوزخ در یک زنجیر دیگه که ذرعا 70 ذراعا، که طول از او 70 گز است، 70 متر است، فسلکوه، ایره بسته بکنین. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، ای با الله که ذات با عظمت است ایمان نداشت، باور نداشت، عقیده نداشت. ولا یحض علی طعام المسکین، وقتی یک مسکین را میدید حتی دیگران را تشویق نمیکرد به طعام دادن مسکین. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، نیست امروز در اینجا بر از او هیچ دوسته. ولا طعام، غذا هم برش نیست، الا من غسلین، مگر از غسلین. غسلین امو آبهای گندیده و ریم و خون و چتلی و کثافاتی که از دوزخی ها چکیده، ای غذای هزی است. لا یأکله، ایره نمیخوره، الا الخاطئون، مگر مردمای گناهکار و بیدین. فلا اقسم بما تبصرون، پس لا اینجا لا توکیدیه هست، پس قسم یاد میکنم، بما تبصرون، با آن چیزی که شما میبینین، و ما لا تبصرون، و آن چیزی که نمیبینین، قسم است. انه، یقینا که قرآن عظیم الشان کلام الله هست، لقول، که سخن است که ایر آورده هست. کی آورده؟ رسول کریم، یک فرشته پیام آور امین، که امین آسمان از جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول امین زمین است. و ما هو بقول شاعر، این سخن کدام شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، که بسیار و کم ایمان داشته باشین. ولا بقول کاهن، سخن کدام جادوگر هم نیست. قلیلا ما تذکرون، که بسیار کم شما یاد کنین. تنزیل، ای کلامی که ای پیغمبر بر شما میخوانه، این نازل شده من رب العالمین، از جانب رب العالمین است. وحی است که به زبان در قلب پیغمبر نازل میشه و پیغمبر اینه بر شما گفته میره. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، و اگر امی پیغمبر بعضی سخنها را سر ما بگوید که او را ما برش وحی نکردیم، لأخذنا منه بالیمین، باز ما از دست راستی پیغمبر میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین، باز ما امو رگ قلب زی پیغمبر قطع میکنیم. این پیغمبر هیچ سخنی را که ما برش وحی نکردیم گفته نمیتونه. فما منکم من احد، پس نیست هیچ کسی از شما عنه از او باز حاجزین، باز دارنده وقتی که ما سر پیغمبر عذاب خدا نازل کنیم. بلکه پیغمبر ما صادق است، امین است. و انه لتذکرة للمتقین، این یک تذکره و نصیحت و پند است برای متقیان. و انا لنعلم، الله متعال میگه یقینا که ما میدانیم، ان منکم، بعضی از شما، مکذبین، تکذیب کننده هستند، قرآن قبول ندارن، سنت قبول ندارن. و انه لحسرة علی الکافرین، باز امی قرآن چی است؟ حسرت است بالای کی؟ بر کافرا. و انه لحق الیقین، یقینا که قرآن عظیم شان حق است، توحید یقینی هست ای قرآن. فسبح، پس تسبیح بگو، بسم ربک العظیم، به نام پروردگارت که او بسیار با عظمت است.